سلام و درود به شما هموطنان عزیز و محترم. بازم به برنامه تیوی ما خوش آمدید و این موضوع در رابطه با چهارمغز است. واقعا چهارمغز یکی از معجزه‌های قدیمی‌ترین بوده و اکثر دردها دوا است. المنت‌ها و ویتامین‌های در چهارمغز پیدا کرده می‌شود که در دیگر رستنی‌ها و در دیگر گیاه‌ها دریافت کرده نمی‌شود. از جمله برای کسایی که بردوام دردسر دارند و کسانی که زود عصبی میشوند، به احساس داده میشوند، در حالت استرس قرار دارند، خاطره خوب ندارند، پامشان ضعیف است، هر چی که میخوانند، هر چی را که میشنوند زود فراموش میکنند، برای آنها توصیه داده می شود. چهارمغز بسیار خصوصیت های شفانوکی دارد و حالا من دو نوعی استفاده بردن چهارمغز برای شما پیشنهاد میکنم. هر سحر در دل نهار باید 7 دانه چهارمغز استفاده برید و شب پیش از خواب کردن هم 7 دانه. و دیگر اصول خوردن چهارمغز این است که شما چهارمغز با عسل یک جا میکنید، آمیخته میکنید در یک جایی که از نور آفتاب امین باشد. 7 روز میستد و او بعد 7 روز همون خصوصیات شفانوکی و دارونوکی خیش را بیشتر پیدا میکنه. هر سحر در دل نهار یک قاشق کلان و شب پیش از خواب کردن یک قاشق کلان میخورید. شرکت زیارتچوب با حجامه و داروهای گیاهی از جمله طبابت گیمری در شهر مسکو در خدمت شما است. شما می توانید خود حاضر فرمایش دهید تمام داروهای گیاهی با تمام شهرهای روسیه و تاجیکستان. برای معلومات بیشتر بر رقم‌هایی که در روی نوار است مراجعه نمایید. زیارتچوب، طبیعت طبابت است.